دهن سرویس نگاه بیسکویت دم دیر از من چای چیدی بیرون خب نصفش مون تش بشه چای آقا پور رنگه هیچ نپتون دیر کشیدم بیرون اینجوری پر. بیا نگاه تو اصلا کار دیگه که دیر میشی میدون برای مدیری بابا میری آدم قد بود که تو رفتی نوه میر محمد گرفتی ها نمیدونی که او مدرش بعد آدمیه بعد میام که سیسیمونی هم خودت بعد بسنی ها ای بابا ما همجوریش حسابم داغون هستم این نمک رو زخم ما نپاش دیگه ما همجوری تو خرجا موندم الان سیسمونی هم رفت تو پاچم نداره این حساب تو نمیخوره بابا بشی تو فکر یک بچه خوردی بیا بگه بابا تو بگی مرگ بابا بعد بهش بتره گیر کق بدی بگی کنترل بده و شبکه رو بس کنی الکی بزنی اخبار بعد کنترل بعد کولر خاموش کنی نه درست تو نمیگی بابا این حرفا الکی رو ول کن سیسمونی رو چیکار کنم سیسیمونی نگاه ته تبرسی شمالی خب میای شهر لوازم سیسیمونی یک جای کلونیه همه چی داره از کالاسکا داره خب تو لباس به چگانه پستونک مستونک همه چی داره بابا رو اونجا خب 5 تا چکم بهش آمدی برات قسم بدن همه چیز جمع کنه خب جدی داری میگی وقتی بریم از طرف غلام مثلا اگه بری اونجا به تخفیف کنه وقتی بریم خودت رو ما میاد وقتی بریم نگاه از این کالاسکایا خب از همه اسبازی‌ها خب از همه سرویس چوباش خب همه لباس نوزادیاش خب خب بقیه‌شو بگو بقیه‌اش که اینجا هر چی تو خواسته بشی سپتاسد سیسمونی دارن برات خب هم تکی دارن هم عمده برات مفسن در خونتون به ضمانت کیفیت و قیمت آها بعدم تو هر کدوم از اینا رو بردی جنس خوبش فردا خب بری چی بره که تو دیر میکشی بیرون از چایت معلوم بود دیگه فهمیدی